خبر بد برای اساتید دانشگاه، پذیرایی در جلسه دفاع پایان نامه ممنوع شد. این البته خبر بد برای دانشجوام هست واقعا، چون دانشجو رو تصور کن داره ارائه میده، خب استادی که نونخامه‌ای دستشه و اون شیرینی نونخامه‌ای زیر زبونشه و داره آروم سعی میکنه دور دهنشو پاک کنه که این نونخامه‌ای از رو ریشش پاک شه، خب حتما تمرکز کمتری داره روی اون ارائه‌ای که تو داری میدی تا استاد بدون نونخامه‌ای. البته ما واقعا خودمون با پذیرایی در این قضیه مخالفیم واقعا، چون تو لرستان اصلا دیگه این مسئله خیلی پیشرفته شده بود. 1000 نفر دعوتی میگرفتن، میومد تو جلسه دفاع پذیرایی مفصل میکردن. یکی از فامیلای یهو مدافع پایان نامه میومد مثلا تیر هوایی میزد، یه تصویر قشنگی نبود واقعا، خرج میدادن قشنگ. والگل گرم به گرم به آرزوات برس.